سلام سلام سلام، خیلی مخلصیم. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یه راهنمای کامل از انتخاب و خرید کاندوم. کلا میخوایم بهتون بگیم آقا چی بخرید، چی نخرید، چی تو بازار هست، یه چیزی بخرید خلاصه بهت حالشو ببرید دیگه. بریم و برگردیم در خدمت شما عزیزای دلچی هستیم. خب آقا، با قبل اینکه بیایم در مورد کاندوم و کلا داستاناتش و اینجور چیزا صحبت بکنیم، من یه آماری رو گفتم براتون اینجا. این عکس رو من بیارم ولی حالشو ببرید. زده که چرا آقایون موهای دلنگونشون رو میزنن. اون آبیه که میبینید درصد بسیار کمی و در حد 5% 10% ماکسیموم باشه، زده که به خاطر بهداشت فردیشون. در واقع حالا شخص میخواد که بالاخره تمیز باشه و یه اینجا جنگل آمازون و اون پایین نذاره و این داستانا. مورد بعدی که اون نارنجی رنگ هستش و میبینید که ماشاءالله کل آمار و داده ما رو گرفته، زده که یه ساک مجلسی همچین غیر منتظره. یعنی شما در واقع داری موها رو میزنی به خاطر اینکه ممکنه وقتی میری بیرون خدا رو چه دیدی، یه دفعه یکی حال کرد و بالاخره حرکتو زد. چرا که نه. من در مورد واقعا این کلا آمار سعی میکنم خیلی دیتیل نشم. خودتون اگه واقعا این اتفاق براتون افتاده و تجربه کردید برامون بنویسید که ما بیشتر ببینیم که این داده چقدر واقعیه. و دیگه همین، خیلی سرتون درد نمیارم. بریم سراغ بحث اصلیمون که کاندوم هستش. ما امروز سخن بزرگان نداشتیم، سعی کردیم که به جاش یه داده ای چیزی بالاخره بذاریم که شما عزیزان بدونید داستان چیه. خیلی بدون مقدمه و داستان میریم سراغ کاندومایی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. من هر کاندومی که مدلی که گفتم سعی میکنم که مدلایی که توی بازار ایران هم هست و در واقع خود یه دیتیل بشیم بگیم که کدوم مدل میشه. متاسفانه خب دیورکس که کلا نیست توی ایران، ولی ما کودکس رو داریم و کاپوت هم داریم. از هر کدومش سعی میکنم که یه مدل بگم. کاندوم اولی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم چیه؟ کاندوم خاردار. کاندوم خاردار هم مثل کاندوم‌های تأخیری بسیار پرفروشن. یعنی الان دیگه اصلا فروششون فیلم هندی رفته بالا و تعداد طرفدارش هم روز به روز در حال افزایش. یعنی همون جوری که کمر شما روز به روز در حال افزایش هستش، ماشاءالله بچه‌ها دیگه توش میکنن. داتت کاندوم هم استفادهش کلا خیلی رفته بالا. کاندوم‌های خاردار دارای خطوط و برجستگی‌های سیلیکونی ریز و درشت هرمی دایره‌ای استوانه‌ای شکل روی سطح بیرونی خودشون هستن که باعث میشه که با تحریک بیشتر دیواره واژن و اعصاب اون باعث افزایش لذت جنسی در خانوما بشه. یعنی که شما دلنگونو که اینو سرش میکشی دیگه وقتی میره تو لالنگون کاراشو بلد خودش انجام بده. شما دیگه فقط میکنی اون تو میگه خود کارشو بکن، تموم شده رفت. کاندومای خاردار برای خانمایی که دیر به اورگاسم میرسن انتخاب بسیار خوبی هستش. دسته‌ای از کاندومای خاردار هستش که با داشتن خار روی سطح داخلی و تماس با آلت تناسلی آقایان که همون دلنگونشون میشه سبب ایجاد لذت بیشتر در اونا میشه. و نترسید، ما برای شما هم برنامه داریم. خب دو تا از مدلایی که میتونم در موردش بهتون بگم که توی بازار همین الان که بکنی بری لحظه داروخونه پیداش بکنی، ما کاندوم کودکس خاردار و حلقوی ماتادور رو داریم که کودکس ماتادور موست پاور. اینو بزنید دیگه خودتون شکلش رو میبینید، یه گاوی اینجوری افتاده و ماتادور بازی و از اینجور داستانا. کاندوم بعدی هم هستش، کاندوم کاپوت هستش به اسم بیگ داتس و روش نوشته 1001 بیگ داتس. اوکی، 1001 دونه دات، این فکر کنم چیز جوابی باشه. به نظرم که داستان جوابه، ولی من اینو یادم اومد که استفاده کردم، یه کمی تنگ بود، یه کوچولو تنگه، نمیدونم داستانش چیه، ولی در اصل صورت کاندوم خوبیه، بسیار عالی. یه سری فواید داره، یه سری معایب داره این کاندومای خاردار که حالا فوایدشه که توی صحبت گفتیم که اصلی ترینش اینه که خب لذت بیشتری رو به شریک جنسیتون میده، اما یه سری معایب داره. من گفتم بعدم نیست وسط کارینو در موردش صحبت بکنیم. و مهمترینش در واقع چیه؟ اینه که کلا بدونید آقا این کاندومایی که شما دارید استفاده میکنید معمولا کاندومای خاردار یه کمی لوبریکنتی که داره، اون روان کننده‌ای که داره بیشتره توش و استفاده زیاد از این کاندوما باعث میشه که یه کمی اورگاسم کلا دچار اخلال بکنه دیگه. یه کمی کلن میل و تحریک پذیریتون ممکنه توی رابطه حالا یه کمی کم بشه به مرور زمان. من اینجوری که دارم میگم یعنی که شما صبح تا شب بیفتی رو این کاندوم، نه اینکه کلن اگه عادی دارید حالا استفاده میکنید، برای هر روز خوب نیست.
به نظرم یه تغییری میخواید توی کار بدید، خلاصه بد نیست که از این کاندوم ها استفاده بکنید. یه داستان بد دیگه ای هم که هست اینه که ممکنه توی شریک جنسیتون حالا قرمزی، سوزش، خارش، التهاب، اینجور چیزا به وجود بیاد. اگه اومد به نظر من میتونید از لوبریکنت استفاده بکنید، لوبریکنت هایی که حالا بر پایه آب هستن، اونجا پایینش خودش نوشته واتر جل، اونا رو استفاده بکنید، بد نیست. اگه بازم دیدید نه آقا داره گنده‌کاری به وجود میاد، یه سری عفونت‌های ادراری حالا به وجود آورد و فلان و داستان و این تشکیلات، اصلا بندازید کاندوم رو بیرون. ما 1000 تا مدل کاندوم دیگه داریم که میتونید استفاده بکنید. کاندوم بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم چیه؟ کاندوم‌های شیاردار. نوعی از کاندوم خارداره که بر روی سطح خارجی اون شیارهایی قرار گرفته و منجر به افزایش لذت جنسی میشه. این شیارها به صورت برجستگی و دنده‌هایی به اشکال موجدار، ریز، درشت، عمیقی یا سطحی دور تا دور سطح کاندومو پوشونده. اون مسئله تنوع این محصول رو بالا میبره. کاندوم‌های شیاردار در انواع حلقوی و دانه‌ای و نیز به صورت ترکیبی همچنین خاردار شیاردار هم عرضه میشه و دیگه خلاصه اصلا برید حالش رو ببرید. یکی از کاندومایی که هم در واقع اینجوری به صورت ترکیبی خاردار و شیاردار هستش، کاندوم کاپوت خاردار و شیاردار هستش. اسمش اگه به انگلیسی رو خواستید سرچ بکنید زده کاپوت سوپر داتد اند رید، که یه جلد سفیدی داره، وسطش هم نمیدونم این انبس منگو چیه با یه حالت صدفی چیزی نمیدونم، در صورت هرچی که هست نوشته که همین خلاصه به حالش رو ببرید. یه میکس سمی از خاردار و شیاردار توسط این کاندوم های بسیار زیبا تهیه می شود، دیگر نگران نباشید. کاندوم های حلقوی نوع بعدی کاندوم هاییه که میخوایم صحبتش رو انجام بدیم. کاندوم حلقوی نوعی کاندوم شیارداره، این خودش دوباره دیتیل اونه. این نوع کاندوم‌ها دارای حلقه و شیارهای برجسته با فواصل منظم از یکدیگر هستش. وجود این حلقه با تحریک اعصاب واژن لذت جنسی رو چند برابر میکنن. پیشنهاد میکنم که اگه واقعا به دنبال یه تنوعی توی کار هستید سعی کنید کاندوم‌های حلقوی و خاردار و اینجور داستانا رو امتحان بکنید. البته کاندومای فضایی هم داریم در ادامه، ولی کلا کاندومای خوبی هستش. دو مدل از کاندومایی که میتونم در موردش بهتون پیشنهاد بکنم، یکی کودکس خاردار و حلقوی ماتادوره که توی مدل قبلی هم در موردش صحبت کردیم، همون گاوه، و یکی دیگه هم هستش مال کاپوت، این یکی کاپوت انرژی سیکرت. مدل بعدی کاندوم هایی که میخوایم صحبت بکنیم چیه؟ کاندوم های فضایی. یکی از انواع کاندومای خاردار هستش که حالا خار درشته دیگه، ماشاءالله اینا خارش دیگه خار کوچیکی نیست، یعنی برید بزنید پشماتون میرسه. کاندومای فضایی یا الین کاندوم هم بهشون میگن. معمولا خارای موجود روی این مدل از کاندوما درشته و به راحتی قابل لمس و ملاحظه، یعنی شما اصلا دست میزنی روش پشمات میریزه. من نمیدونم چه جوری میخوای بکنیم اون تو، ولی حالا در هر صورت البته نوع خاردار با خارهای کوچک نیز تولید میشه که عوارض کمتر نسبت به کاندومای خار درشت داره، ولی این فضایی همشون درشته، اصلا دروغ نگم براتون، واقعا فیلم هندیه، اسماش هم فیلم هندیه. تمام این کاندومایی که میخوام در موردش براتون بگم از شرکت ایکستریم اگر که اشتباه نکنم، بله شرکت ایکستریم توی ایران میزنه. کاندوم چرخشی، دکمه‌دار، اره‌ماهی، طوقی، شمشیری، برید حالش رو ببرید. اصلا برید بزنید خودتون واقعا هنگ میکنید. ما همچین کاندوم هایی داریم، اینا دیگه اصلا رسما توی حساب میشه، این کاندوم نیست اصلا. اولین مورد کاندوم چرخشیه که یکی از انواع متنوع کاندوم های فضایی دارای خارهای دور تا دور کاندوم به صورت حلقوی و مارپیچی اینجوریه که جهت ایجاد تحریک بیشتر واژن خانم ها طراحی شده. کاندوم بعدی هستش کاندوم دکمه‌دار که دارای برجستگی‌های فوق‌العاده درشت در سطح اون بوده که جهت تحریک کلیتوریس و نقطه جی در خانم‌ها تعبیه شده. کاندوم بعدی کاندوم اره‌ماهیه که با داشتن خارهای درشت دنده‌ای شکل در نوک محفظه ذخیره و اطراف سطح اون لذت و تحریک بالایی رو کلا براتون ایجاد میکنه و برید حالش رو ببرید. کاندوم بعدی طوقی هستش که دارای خارهای درشت در اطراف و نوک کاندوم بوده و به شدت لذت جنسی و تحریک بانوان رو در پی داره و خلاصه حالش رو میبرید. کاندوم شمشیری هم هست که یاد فیلم‌های ژاپنی اینجوری میرید به دل دشمن که نه، توی تخت در واقع، که نمونه بزرگتر و درشتر کاندوم های فضایی دیگه. ببین
قشنگ قول مرحله آخر شمشیری که با داشتن شکلی شبیه به شمشیر قدرت تحریک بیشتری در واژن داشته و خلاصه حس لذت بیشتر و عمیق‌تری رو برای خانوما ایجاد میکنه. این کاندوم دارای برجستگی‌های بزرگ تیغ مانند، لاتکسی و نرم به صورت ردیفی در طول بدنه و نوک محفظه ذخیره کاندوم هستش. اصلا دور تا دورش من براتون نگم دیگه، خودتون برید بزنید کاندوم فضایی شمشیری، دورش میبینید یه سری اینجوری شمشیر اومده بیرون، بالا سرش یه شمشیر اومده بیرون. اصلا من نمیفهمم این چیه دقیقاً. و من کلن حالا تجربه شخصی بهتون میگم، اگر که تازه کار هستید و اگر که تازه وارد یه رابطه شدید، تازه دارید میکنید توش، اون تو بنده خدا هنوز قار نشده و داستانی نشده، اصلا از این کاندوم استفاده نکنید، چون بیشتر درد میاره. من اینجوری که خودم دیدم که درد اومده، طرف واقعا حالم خیلی نکرده. ولی اگه که دیگه بالاخره خسته کننده شده ارتباطتون، الان دیگه ماشاءالله 50-60 سالی دارید و دوست دارید که رو کار باشید و یه وقت خدایی نکرده خانوم بر نگرده بگه که داری مگه میکنی توش، یعنی اینجوری، یعنی مثلا شما یه ساعته داری میکنی توش اصلا طرف نفهمیده. همون داستان در واقع به قول یه دوستی میگفت ماکارونی تو حال. اگه که این داستان براتون پیش اومده، من توصیه میکنم از این کاندوم‌ها استفاده بکنید، حالشو ببرید. کاندوم بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم چیه؟ کاندوم‌های تأخیری. کاندوم‌های تأخیری جزو پرفروش‌ترین گروه‌های کاندوم هستش، به خاطر اینکه شما خاک بر سرتون نکنن، زود انزالین، بریم دارید هی سریع این آبتون میاد، داستان درست کردید واسه شرکت‌ها. اومدن چیکار کردن؟ اومدن این کاندوم‌ها رو به وجود آوردن که شما برید حالشو ببرید. یه کاندوم‌های تأخیری که من نگم دیگه داستان چیه، دیگه همه خودتون ماشاءالله همه این کارید. اون به خاطر لیدوکائین و این داستانایی که اون تو داره، بعد 4-5 دقیقه که کاندومو گذاشتید معمولا یه بی‌اسی موضعی ریزی روی سر دلنگونتون احساس میکنید و دیگه خلاصه تحریک پذیری بالا، انزال تعویق، اون ور برو بالا، بره بالا، اون بالا، این ور اون ور، بکن توش، نکن توش، حالا نکن توش، حالا کی بکن توش. اصلا دیگه یهو میبینی که آره. دو مدلی که میخوام همینجوری عشقی بهتون بگم، تأخیری که دیگه خیلی زیاد هست. ما کودکس رو داریم، کودکس نوبل یه مدلی که هست به اسم کودکس نوبل. اگه که طرفدار کاپوت هستید مثل خود من که کودکس خیلی محال نمی‌کنم، کاپوت 45 minutes ultra delay که همچنین اینجوری هم نیست که دیگه 45 دقیقه رو کار واقعا باشید، ولی خوبه. کاندوم بعدی چیه؟ کاندومای ساده و کلاسیک، چون خیلی ساده و شیک و مجلسه، همیناست که دیگه شما خودتون دارید روزانه استفاده میکنید. برای دوستانی که ساده پسندن، رابطه جنسی سنتی دارن، صبح تا شب رو کارن و نمیخوان که دهنشون سرویس بشه و خلاصه از بیماریایی مثل زودانزالی و این داستانا رنج نمیبرن. آره خلاصه اینجور چیزها هست دیگه. این که ساده است دیگه، از کودکس داره، نمیدونم کاپوت داره، همشون هست، همونجوری نوشته کاندوم کلاسیک. کاندوم بعدی که میخوایم صحبت بکنیم کاندوم نازک یا تین کاندوم. اینا کاندومای کلاسیک، من بگم خیلی وقتا کاندومای نازک و کلاسیک با هم دیگه هم هستن، ولی اگه روی کاندوم دیدید که نوشته تین کاندوم، بدونید که این همون داستان کاندومای نازکه. اینا به خاطر اینه که ضخامتش کلاً 0.3 میلیمتره، یعنی اصلا دیگه هیچی، اصلا شما میذاری انگار که کلا هیچی نذاشتی، نهایتا یک کیسه فریزر بسیار نازک گذاشته باشی داری میکنی توش. توضیح خیلی خاصی نداره، فقط بدونید که این کاندوم های در واقع تین کاندوم، کاندوم های با اسم کاندوم های حساس هم شناخته میشه که حالا روی میگم اون بسته سنسیتیو یا سنس حالا نوشته شده. بدونید که این کاندوم‌ها به خاطر نازک بودنشون باعث میشه که شما بیشتر حس بکنید، بیشتر لذت ببرید، بیشتر بیاید رو کار و خلاصه هر دو طرف حال بکنه، چون اون شخصی که حالا داره میره توش احساس میکنه که واقعا دلنگون شما رفته و چه شمایی که دلنگونتون میکنی تو اونجا دیگه میفهمی که واقعا لالنگون چه حسی داره. کاندوم بعدی کاندوم تنگ کننده هستش. تنگ کننده که میگم فکر نکنید که یه دفعه دیگه هم میاد مثلا یه لالنگون 40-50 ساله تبدیل میشه به یه لالنگون مثلا 18 ساله، همچین چیزی وجود نداره اصلا. خب کلا حالا داستان به چه شکل، عوامل مختلفی مثل افزایش سن و زایمان و اینجور داستانا باعث میشه که دهانه و کانال واژن خانوما
یکم گشاد بشه. چیزی که همیشه مورد بحث بوده تاثیر رابطه جنسی روی گشادی واژنه که با استناد به شواهد علمی دلیل و مدرکی برای پذیرش اون وجود نداره. بعضی وقتا هستش که یه خانمی میبینید آقا واقعا بنده خدا هیچ کاری نکرده، یه کمی این دهانه واژن میبینید که گشاده و وله و آویزون و این داستانه که حالا ما براش در موردش صحبت کردیم توی ویدیوهای قبلی، ها میتونید عمل بکنید فلان کنید این کار کنید، اصلا هیچ ربطی کلا به این داستانی که ما میخوایم بگیم نداره. تاشو براتون بگم، همه این داستانه که جمع شد اومد یه شخصی فکر کرد آقا چیکار کنیم، کاندومای تنگ کننده بسازیم. این کاندوما معمولا قرمز رنگه و با نام کاندوم انار هم شناخته میشه. انار که میگفتم بخوری یکم چونت هم بیاد، مثلا بری سر کار و اینجور داستانا، ظاهرا برای همه جا کارسازه. مثلا انار بخور لالنگونت هم بیاد، زیرا حاوی چیه؟ عصاره های گیاهیه که عمدتاً در انار یافت میشه. اون کاندومه رو کلن بهش دور تا دور انار پاشوندن. اینجوری کاندومای تعیین کننده منجر به انقباض و سفتی دیواره واژن شده با افزایش سطح استکاک میان اندامهای جنسی دو طرف، میزان لذت جنسی رو افزایش پیدا میکنه. خلاصه این حرکت به صورت خیلی شیک و مجلسی میبینید که این یه سری چیزا به اینا زدن، این میره اون تو، وقتی بالا و پایین میشه خودش فعال میشه، میدونه بقیه‌اش چیکار کنه. خوبیه کلا این کاندوما اینه که شما قرار نیست بهش چیزی بگید، اون میره توی دل کارش انجام میده. دو سه تا مثالی هم که حالا تو بازار ایران وجود داشته باشه براتون بگم. کاندوم کودکس تنگ کننده انار، کاندوم خاردار و تنگ کننده سویسکر و تنگ کننده انار کاپوت پومگراتایت و دیگه همین دیگه. حالشو ببرید. البته بگم کودکس هم داره که تنگ کننده 2 برابر انار، من نمیدونم چرا به فارسی همچین چیز شده، کودکس دابل پومگرات، این دیگه 2 تا انار با هم. یعنی اگه یه انار بود شما فکر کن 2 تا انار، حالا ببین چقدر یه قرار تنگ شه. کاندومای خنک کننده، کاندومای بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم. کاندومای خنک کننده جزو جدیدترین و مدرن ترین کاندومای بازار شناخته میشه که به دلیل دارا بودن اسانس‌های مثل نعنا فلفلی و مواد خنک کننده دیگه باعث ایجاد حس سردی و خنکی در دلنگون مردم میشه. یه لحظه وسطش شده قلیون افتادم. نعنا فلفلی چیه دیگه؟ این خنکی در کنار گرمی واژن بانوان حس لذت بیشتری رو برای آقایون ایجاد میکنه و یکی از علل محبوبیت گسترده این محصول هم همینه. من خودم که داشتم بهش فکر میکردم خدایی حال میده. یعنی گرمی اون تو، سردی این بر با هم دیگه چیز جالبی میشه. اکستریم اینو میزنه، اکستریم پپرمینت، کاندومای خنک کننده ایه که توی بازار هست. سویسکر هم میزنه، قطعا همه مارکا میزنن، ولی اینکه توی بازار وجود داشته باشه سویسکر موهیتو اند مینت فلیور. بله، موهیتو و نعنا این دیگه قشنگ خود کاره، یعنی اصلا خود جنس بود به نظرم. کاندوم بعدی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم خیلی داره طولانی میشه. کاندوم ضد قارچه که علاوه بر روان کننده هایی که معمولا در اکثر کاندوم‌ها وجود داره، حاوی سری آنتی باکتریال و ضد قارچ هم هست که باعث میشه چه اتفاقی بیفته از هر گونه حساسیت احتمالی که اتفاق ممکنه بیفته خلاصه جلوگیری بکنه. بسیاری از کاندوم‌های ضد قارچ خاصیت ضد حساسیتی هم دارن. از مدلایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم ضد قارچ سویسکر هست، کاندوم کاپوت کلاسیک ضد قارچ، کودکس ضد قارچ و اکستریم هم داره ضد قارچ و باکتری و دیگه. خلاصه برید حالشو ببرید دیگه. مثلا کلا ضد قارچی هم خلاصه اینجوریاست. کاندوم بعدی که میخوایم در موردش حرف بزنیم طعمدار و میوه‌ایه که دارای رایحه‌ها و عطرهای بسیار متفاوت هستش که هدفش کلا چی؟ هدفش اینه که یکم خوردنی تر بشه و بوی نامطبوع واژن رو هم از بین ببره. این کاندوم‌ها در طعم‌های مختلفی مثل توت فرنگی، انار، نعنا، موز، شکلات، قهوه، وانیل، تمشک، هر چیزی که کوفتی که شما بگید در رنگ‌ها و شکل‌های متفاوت خلاصه وجود داره دیگه. برید حالش رو ببرید. و یه سری این کاندوما معمولا میگم کاندومای خوراکی هم هست، یعنی نه تنها شما فقط میبینید که طعم داره، قرار نیست این طعم برای عمه شما باشه، قرار بر اینه که شما وقتی میذاری وسطش حال کردی بدی بخوره، همین سادگی. و خلاصه برید حالش رو ببرید. کاندوم نوتلای خاردار کاپوت رو داریم که یه کمی طعم داره، خیلی طعمدار نیستیم، اینجوری که
تست کرده بودن دوستان میگفتن که اصلا شبیه نوتلا نیست. من نمیدونم دیگه، در صورت اون چیزی که وجود داره. کاندوم تأخیری توت فرنگی سویسکر، کاندوم ناچ کودکس تأخیری قهوه که کودکس کافی دیفرنت فیلینگز اسمش هستش و تأخیری و خاردار قهوه تلخ سویسکر، پشمام، سویسکر بیتر کافی پرولانگ. این هم مدلیه که وجود. اون نوتلای خاردار کاپوت هم که همون کاپوت چوکو سنسیتیو، اگر که خواستید اسمش رو بدونید. به این صورت کاندوم آخر که میخوایم در مورد صحبت کنیم که اصلا آخر هم نیست هیچی، کاندوم های شکلدار و عروسکیه که فانتزیه، میتونید برید بزنید. طرح بتمن داره، نمیدونم اسپایدرمن داره، مینیون داره و اینجور داستانا. معمولا اینجور کاندوما با اسم فاندوم هم یاد میشه، دلنگوندوم مثلا اینجوری. و به این صورته که شما اینو میکنید اون تو حالش میبرید. خیلی با کاندومای عادی فرقی نداره، ولی به نظرم برای رابطه اولتون از این کاندوم استفاده نکنید. یکم که کلا دیگه خسته کننده شد و دیدید آقا چقدر دیگه همش انگار داریم یه سوراخ میکنیم توش، چرا هیچ اتفاقی نمیفته، و اون شخص هم به شما گفت که این دلنگون تو هم که فقط بلده همینجوری یه حالت منو بکنه، برای تغییر کلا روحیتون میتونید از این کاندوما استفاده بکنید. کلا اتفاق ویژه‌ای نمیفته که من بگم که یه وقت خدایی نکرده باعث میشه که زخمی پخمی بکنه اون تو رو، ولی به خاطر شکل و برجستگیایی که کلا دارن باعث میشه که تحریک نقطه جیو کلیتوریس به نقطه اوجش برسه و خلاصه حالش رو ببرید. کاندومای بعدی که میخوایم در موردش حرف بزنیم کاندومای رنگیه که به شدت توصیه میکنم. کاندومای رنگی به دلیل رنگی بودنش همینجوری بهش میگن کاندومای رنگی و باعث تحریک بیشتر بانوان به علت رنگی دیده شدن حالت تناسلی آقایان میشه. کلا آقا ببینید دوست دخترتون، شریک جنسیتون، هر کی که هست چه رنگی دوست داره. زرد دوست داره، زرد بخوره عزیزم. قرمز دوست داره، قرمز بخورم. نارنجو بخورم. هر چی حال میکنید. این کلا بدونید که خیلی جوابه. معمولا چون خانوما دوست دارن که یه سری چیزای آب نباتی طور و اینجوری بزنن، این یه حالت آب نباتی ریزی ایجاد میکنه که میتونید بزنید. حالش البته من بازم کاندومای میوه‌ای رو توی این حالت بیشتر ترجیح میدم، ولی بازم میگم رنگیا هم خوبه، به حالشو ببرید. کاندومای بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنم، من قبلیه رو راستی فقط بهتون نگفتم که مارکایی که وجود داره کاپوت و کودکس جفتشون دارن، ولی کاندوم بلک، کاپوت بلک دیلی، من نمیدونم این رنگش هم متاسفانه مشکیه یا چی، چون اگه مشکی باشه یاد دیگه بچه‌های آفریقا و 40-50 سانت و داستانات میافتن. فکر کنم از اون ور حال میده به خانوما، از اون مغزی فکر میکنن که یا آفریقایی اومده داره کار انجام میده. کاندوم بعدی کاندومای شب رنگ یا شب نما یا شب تاپ هستش که بسیار حال میده، یعنی اصلا انقدر باحاله که حد نداره. اینو شما تو شب میذاری اون تو، همه جام که تاریک باشه شخص میدونه که باید چی کار کنه. اینجاست که میدرخشد. کاندومای شبنما باید حداقل 30 ثانیه تا 1 دقیقه در معرض نور قرار بگیرن تا خاصیت شبرنگی خودشون رو نشون بدن. توی ایران هم اکستریم داره اینا رو میزنه. این نوع کاندوم به دلیل سلایه بودن و رنگی بودن برای خانوما جذابیت داره، زیرا علاوه بر تحریک کنندگی، قطر و ضخامت حالت مردان رو هم افزایش میده و یکم برای آقایون شاید سخت باشه این کلا اینی که دارن میپوشن، ولی بدونن که کار حله، کار در اومده، کار جمع شده، همچین مشتی و حسابی. کاندوم بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم خیلی طولانیه، این اصلا میذاریم در موردش یه ویدیوی جداگونه میذاریم. کاندومای برقیه که اصلا پشماتون میرزه داستان چیه. این بود تمامی کاندوم های موجود در مارکت. دهن من صاف شد به شخص، اصلا من هر چی داشتم میرفتن جلوتر میدونم چقدر کاندوم ما وجود داره، نمیدونستیم داستان چیه. اگه سوالی داشتید، اگه کاندومی و مشکل داشتید، نفهمیدید ویدیو چی شد چی نشد، اینا به من بگید، من براتون همینجا خلاصه سریع بهتون میگم دیگه داستان به چه شکله. مواظب خودتون باشید. اگه که کلا دیگه از این ویدیو حال کرده و یکم اطلاعات عمومی و این داستاناتون هم افزایش پیدا کرد، یه لایک ریزی هم برامو بزنید. دمتون گرم. مواظب خودتون باشین تا برنامه بعدی. خداحافظی.